سلام علیکم دوستا، وقتتان بخیر. امید خوب آرام باشین. در هر کجا که هستین دارش ساعت کامل باشین. دوستا، در ویدیو قبلی ما شما دیدیم که ریکوایرمنت یا ضروریات اینستالیشن سرور 2016 کدام چیزا بود و حال ما میخوایم سرور 2016 را در کامپیوتر خود نصب کنیم دوستا. و پس ما فی الحال هم محیط اینستال کردن سرور 2016 در قسمت ویم ویر آماده ساختیم و قبلا ما شما در ویم ویر مواردش براتون بحث کرده بودم و بر صورت حال اگر میخواین شما بیاین اینستالیشن شروع کنین، پس پاور آن ورچوال ماشین کلیک کنین و شما باید داخل چی برین دوستا؟ در قسمت اینجا که شما میخواین داخل سی دی برین، بوت آپشن یا بوت منیو ایجی دوستا از کامپیوتر چی میتونه باشه؟ اینجا به نام سیدم در ویم ویر که دوستا اسکیپ هست. اما در کامپیوتر دی دل F12 F9 F2 F8 اینا میتونه باشه. اما در قسمت ورچوال ماشین که دوستا از ورچوال ماشین دوستا فقط اسکیپ است. خب حالا مرحله اینستالیشن شروع میشه. پس ما میخوایم داخل اینستالیشن سرور 2016 را ببینیم کدام تفاوت خاص با نصب کردن اپراتینگ سیستمی که ما قبلا اینستال میکردیم که بارتن ویندوز 7 8 و 10 اینستال میکردیم کدام تفاوت خاص نداره. ولی بازم شما به خاطر که طریقش ببینین و مشکل مواجه نشین، ما براتون در ویدیو خاصی میره با شکل کوتاه بیارم و شما ببینین سرور 2016. بعدا بیاین با گزینه نکست کلیک کنین. زمانی که نکست کردین دو گزینه اینستال ناو و ریپیر. اگر قبلا شما ویندوز سرور 2016 دارین که مشکل پیدا کنین، میتونید برای گزینه ریپیر کلیک کنین تا مشکلات حل شود. ولی اگر میخواین ناو اینستالیشن کنین که برام کلین اینستالیشن یا کاستوم میگیم، میخواین ناو از ناو اینستالیشن کنین، پس برای گزینه اینستال ناو کلیک کنین. وقتی که ما برای اینستال ناو کلیک میکنیم، فی الحال مرحله آماده شدن است که میخوایم سرور ما در کامپیوتر خود اینستال کنیم. چند لحظه محدود منتظر می باشیم تا این مرحله پیش بره. خب دوستا، ادیشن هایی که سرور 2016 داره، یک استاندارد است، کور است. ما شما قبلا روی بحث کردیم دیدیم و فعلا ما چی رو میگیم دوستا؟ قسمت ویندوز سرور 2016 دیتا سنتر و دسکتاپ. بعدا شما چی میگین دوستا؟ نیکست. بعدا گزینه I accept the license قبول. بعدا نیکست میگین دوستا و یک گزینه اپگرید داریم، یک گزینه کاستوم اینستالیشن. یعنی ما قبلا ویندوز نداریم میخوایم دوباره اینستالیشن کنیم. اون موضوع بحث اپگرید ان شاء الله در ویدیو بعدی خود دیدین. ان شاء الله ویدیوی بعدی که ما شما میبینید با طریقه اینستال کردنش هست ان شاء الله ببینید. حالا اگر شما میخواین این قسمت رو دوستا پارتیشن کنین، درایو بسازین و دیتایی که فی الحال داره از بین بره، پس بین درایوتون انتخاب کنین و اول بین درایو ابتدایی فعلیتون انتخاب کرده، بعدا چیکار کنین؟ دیلیت کنین و اینا رو هم دیلیت کنین و این درایو ما دیلیت میکنیم. مکمل فایل ها از بین میره که چیز باشه. بله. حالا اگر میخواین تقسیم کنین، فعلا میگه آردست که 60 جی بی اس میشه، کم زیاد شما بسازین ایره. اگر دو درایو میخواین تقسیم دو کنین، مثلا 30 برش بگیرین. اگر یک درایو میخواین فقط همون 60000 درست است که تقریبا 60 جی بی میشه دوستا و میشه گزینه فرمت محتویات پاک میکنه اما درایو دیلیت نمیشه. باز میتونید شما دیلیتش کنین و نیو کرییت کنین. اکستند هم میشه که دو درایو که مثلا یک اسپیس داشته باشه و یکی نداشته باشه. به این معنا ما اگر بیایم اینجا به خاطر کوالیتر موضوع بحث ما براتون این کارو میکنم. بفهمین به نیو کلیک کنین. شما فرض که من تقسیم میکنم، میگم فرض که 3000 جی بی باشه که تقریبا 30 جی میشه، 30 جی باقی مانده جی اینجا باشه. اگر بگین نه ایران میخوایم شامل ازی بسازین، پس این انتخاب کنین. حالا گزینه اکستند فایل میشه که این درایوی که فعلا فضای خالی است امروز رو افزودش میکنم بشه. درست است دوستا. بعدا برای گزینه نکست کلیک کنین و مرحله اینستالیشن سرور 2016 شروع میشه. یعنی کدام روش خاص به خاطر اینستال کردن سرور 2016 ما نداریم. فقط شکل نرمال میتونید شما اینستالش کنین. مرحله اینستالیشن بعدی که خلاص میشه، فیصدی از صفر باید به 100 برسه و کامپیوتر یکی دوبار ریستارت خواهد شد. شما فقط منتظر باشید. به خاطر که ویدیو جا طولانی نشه دوستا، ما مرحله این فیصدی که تمام شد کامپیوتر ریستارت شد، دوباره براتون ویدیو را حالات پاس براتون نشان میدم که مرحله کدام قسمت رسیده. پس برای فی الحال
منتظر باشید. خب دوستا، مرحله ختم فیصدی که قبلا براتون ذکر کردم، دو مرحله ویدیو رو پاس کردم، دوباره این ویدیو رو براتون استارت کردیم. ببینین تک مارکر همش که تمام شد، دوباره کمتر یک ریستارت میشه. بعد یک ریستارت شد، شما کلاب کلید فشار نمیدین. عادی اینستالیشن تقریبا آخرای اینستالیشن ویندوز سرور 2016 است که ما به این شکل به این اصول میتونیم اینستال کنیم. باز تکرار میکنم کدام فرق خاص با کلاینت نداره که در کلاینت کدام طریقه اینستال کردنش فرق کنه با این فرق کنه. بر صورت ریستارتینگ افتر میشه که شما ریستارت نکنین یا خودش با این بعد از 5 سکند که هست خودش اتوماتیکلی ریستارت میشه. که ریستارت وقتی کمتر ریستارت شد، بعد از این میبینیم دوستا بعد سوالات عادی پرسان میکنیم، سوالات شما باید جواب بدین و به هر تمام دیگه اینستالیشن سرور 2016 با آسانی انجام میپذیره و میبینیم. یا هم دوستا جیران اینستالیشن است. سرور وقتی که ریستارت میشه و مرحله ای که باقی مانده را پیش میره و شما فقط باید منتظر باشین تا این مرحله ختم شود. Getting ready device ready. بله دوستان، بله دوستا کامپیوتر باز هم ریستارت شد. دوستا زمانی که کامپیوتر ریستارت میشه شما کلید یک پرسنکی اگر میخواید شما کلید فشار نمیتونید، به خاطر اینکه دوباره کامپیوتر ریستارت وقتی زمان شد بعضی اوقات اتوماتیکلی داخل درایو سی دی یا دیویدی یا هر که داخل فلش اتومات کانکت میشه و دوباره سر میشه. دو خاطر پرسنکی خاص شما دیگه پرسنکی نمیکنین، میمونید که مرحله با آخر برسه و تقریبا فی الحال مرحله آخر اینستالیشن از گپ خاص ان شاء الله دیگه قسمت باقی نمونده دیگه، قسمت آخر اینستالیشن قرار داریم. بله دوستا، یوزرتون با دیفالت یوزر ادمنستریتور فعال است و پسورد نوشته میکنین. یوزر پسوردهایی که مربوط به ویندوز سرور 2016 و در کل مربوط سرور میشه، پسوردها باید کامپلکس باشه. پسورد کامپلکس نوشته میکنیم. من نوشته میکنم طور مثال net at 1234 good net at 1234 پسورد نوشته کردیم 8 کرکتر که به این شکل میتونید شما ببینید. بعدم فنش و این بود طریقه نصب کردن سرور 2016 شما دیدین و طریقش فهمیدین دوستان. بله دوستان، این سفر شما ببینید پرس کنترل آلت دیلیت، پرس کنترل آلت و در سر چیز که از دوستا ویم وی آر که شما پرینت اسکرین فشار میدین با معذرت می پرینت اسکرین زد فشار میدین ولی کامپیوتر اصلی تون که باید دیلیت فشار بدین. پسورد نت at 1234 انتر میکنین. بیام طریقه لاگین شدنش و داخل ما ویندوز سرور 2016 فی الحال لاگین میشیم. بار لاگین میشین طبیعی است که مدت محدود وقت میگیره که لاگین شود، دیگه دفعه عادی لاگین میتونه شد. بله دوستان، یا محیط یا استراکچر سرور 2016 بار که شما باز میکنین سرور به این شکل باز میشه و یا
اما شکلش که شما میبینید. و در ضمن دوستان باید داشته باشین که سرورها قسم خاصیت دارن. وقتی که ویندوز سرور 2016 اینستال میشه، بعدا فیچرش اتوماتیکلی میاد که شما اتوماتیکل، یعنی بای دیفالت سرور سرور منیجر اتومات باز میشه. اگه شما میخواین فیچر اینستال کنین، تغییرات بیارین، بعض موارد دیگه شما بتونید کار کنین. کی خوبی مربوط سرور 2016 میشه، سرور منیجر باز میکنن، بای دیفالت اتومات میاد و دیگه سرور 2000 سرور منیجر کنین. برشاد دوستان در ویدیو بعدی با شما طریق اینستال کردن اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز و فیچرهای دیگر خواهد دیدیم. تشکر از توجهتان. سلامت باشین، اوقات خوش و خدا نگهدار. چون قبلا ذکر کردم براتون دوستا که سرور منیجر زمانی که روشن میشه که وقت میگیره تا سرور منیجر باشه. بازم تشکر از توجهتان. اوقات خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار. و سوالاتتان، نظریاتتان در قسمت کامنت بنویسین. خدا نگهدار. کامگار و موفق و خرم باشید.